Thank you. سیراج‌الدین اسلوف وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت حکومت مبارزه با فساد را سرعت بخشیده است و برای ریشه‌کن کردن این ظهورات در آینده نزدیک چاره‌های سخت‌تر می‌اندیشد. سیراج‌الدین اسلوف که در شهر بروسل در یک نشست خبری صحبت می‌کرد گفت مخفی نیست فساد در تمام کشورهای جهان وجود دارد، ولی حالا ما کارها را سرعت بخشیدیم و برای مبارزه با کروپسیا چاره‌های سخت‌تر می‌اندیشیم. سیراج‌الدین اسلوف در این باره بعد از نشست ششم شورای همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا صحبت کرد که روز 15 ایول در شهر بروسل برگزار شد. در این نشست همکاری‌های دو طرفه و وضع حقوق انسان در تاجیکستان را هم بررسی کردند. در روزنامه مسئله‌های ملاقات امروزه از جمله مسئله‌های زیادی روابط دو جانبه جای داشتند. ما بحث مسئله‌های رشد روابط تاجیکستان و اتحاد اروپا در سال‌های 2014-2020 را بررسی نمودیم. همچنان ما دیگر مسئله‌های مهم سیاسی و اقتصادی مورد توجه دو جانب، همکاری‌های منطقوی و بعضی مسائل دیگر را بررسی کردیم. Regional cooperation and covered some other issues of mutual interest. در جریان نشست خبری گیورگ ویل رهبر هیئت اتحادیه اروپا با سوال درباره نگرانی کشورهای پایاناب از بنیاد نیروگاه راغون در تاجیکستان گفت این مسئله استفاده با ثمر آب است. آبی که وجود دارد باید برای همه و با ثمر استفاده شود. ما درباره کشورهای پایاناب صحبت کردیم. در صورت اجرای این طرح‌ها در هر گوشه دنیا کشورهای پایاناب بیشک نگران می‌شوند که ممکن است آب کم شود. ما از وزیر امور خارجه تاجیکستان و همکارانش شرح کامل شنیدیم که چگونه این مسئله را حل می‌کنند. ما مسئله خرج بزرگ برای ساختمان را زیاد بحث نکردیم. در صورت همکاری کامل و موافقه با کشورهایی که نگرانند، ما می توانیم شاهد آن شویم که در صورت تولید نیروی برق نه تنها به منفعت تاجیکستان بلکه به منفعت کشورهای اطراف و منطقه نیز باشد. این برای تمام کشورها منفعت مالی می آورد. خود به خود این یک طرح خوب است، ولی باید مسائل آن همه طرفه حل شود. یعنی سر میز نشسته آن را دوستانه حل کنند، نه اینکه قرار قبول شود و به دیگران بار کنند. باید دوستانه و با نظرداشت افکار کشورهای نگران حل شود. نشست ششم شورای همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا روز 15 می برگزار شد.